گفته بودم اگه برگردی دوباره غم میره از دل و تاریکی میمیره. در ایران برخورد با آوازخوانان زن سخت‌تر شده است. برخی را بازداشت یا بازپرسی و دسترسی گروهی دیگر را به اینترنت منع کردند. صفحه گلسار رحیم زمانی در اینستاگرام بسته و تمام مواد و نوارهای آن پاک شده است. ماموران امنیتی برای هم‌آوازی در یک سرود صباح مرتضی نژاد را بازپرسی کرده صفحه‌اش را بستند. بیتا حاجی صادقیان آوازخوان و آموزگار از اصفهان هم بازپرسی و به ضربه به ارزش‌های اخلاقی متهم شد. هوا سیفزاده هنگام آوازخوانی از سوی شخصانی ملکی پوش دستگیر شد. دیرتر او را آزاد کردند. آوازخوانی زنان در ایران از سال 1979 و پس از انقلاب اسلامی ممنوع شد. بسیاری از آوازخوان‌ها به ترک کشور مجبور شدند. ولی نه همه مقامداران از این قانون پشتیبانی میکنند. یک روحانی اصلاح طلب از شهر قم گفت منع آوازخوانی زنان اساس دینی ندارد. فرق بین زن و مرد در این جهت نیست و ما چرا نصفی از جامعه که اونها استعداد دارن، فرصت هایی دارن و میتونه کمک بکنه به تعالی و فرهنگ انسانی ما و فرهنگ اجتماعی ما، چرا اینا رو محروم کنیم و چرا اینها نتونن ازشون استفاده بشه و صوتشون؟ از نظر نواندیشان دینی این مسئله معنا نداره و فرقی بین زن و مرد نداره. کمر باریک من، شام تاریک من. بعضی از آوازخوانان از پوشیدن روسری هم سرکشی میکنند. پرستو احمدی برای بی‌حجاب ظاهر شدن در یوتیوب یک مدت بازداشت شده بود. زرا اسماعیلی سرودی بلک تو بلک را بی‌حجاب خواند. بعد سربیننده شدن نوار او را بازداشت کردند. سرنوشتش تا هنوز معلوم نیست. جمهوری اسلامی دوست نداره که زنها، مخصوصا زنهای شجاع، زنهایی که کاری رو میکنن که مطابق با اون استانداردها و قوانین جمهوری اسلامی نیست دیده بشه و اینا از این دیده شدن میترسن.